دعای کاذب. دیگه موضوعی که بعد از جنجالی دیگه است، دعا بعد از فرض و بعد از سنت و بعد از هیچ کدامش یا بعد از کلش. بعضی علما بعد از فرض و سنت دعا میکنن، بعضی ها بعد از سنت دعا نمیکنن، بعد از فرض میکنن، بعضی ها بعد از فرض نمیکنن، بعد از سنت، بعضی بعد هیچ کدامش نمیکنن. از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به طریق اجتماعی هیچ دعای بعد نه بعد از سنت ثابت است نه بعد از فرض. این فرمول در ذهنتان باشه. از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچگاه دعا نه بعد از سنت به طور اجتماعی، هیئت اجتماعی انفرادی دعا کرده، یا مثلا کسی آمده که یا رسول الله دعا کو برام، یا رسول الله برای خود دعا کرده، یا مثلا اذکار کرده، یا دعای دست بلند کرده، یا دعا دست بلند نکرده. به طور هیئت فردی نبی علیه السلام دعا کرده، هم بعد از سنت ثابت است هم بعد از فرض. و نبی اصلا برای خود دعا کرده، خانه بوده دعا، یک صحابی آمده که دعا کو متصل نماز بوده، یا هیچ چیزی بوده، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما به شکل اجتماعی نه بعد از فرض ثابت است نه بعد از سنت. بعد از سنت یک دو سه بدعت در پشت سر خود داره. دعای بعد از سنت یک دو سه بدعت داره، قطع نظر از اینکه خودش ذاتن. یک بدعتی است که امام مکروه است که در جای نماز میخوان، نبی علیه السلام هیچ گاهی در جایی که فرض داده بود نفل نخوانده. نمازهای سنت که نفل بود، اگر معتکف بوده آمده در معتکف خانه خود خوانده در کنج مسجد، اگر نه به خانه خود رفته نماز خوانده، و وقتی که به مسجد میاد تحیت المسجد خوانده. ولی بعد از فرض، مثلا بعد از پیشین، بعد از شام، بعد از خفتن که متصل نمازهای نافله سنتی است، دیگه نبی علیه السلام نخوانده. سلام دور داده یا به طرف راست یا به طرف چپ، هر طرف که سلام دور داده، یا به طرف راست اگر میخواست که بره با اون طرف رخ دور داده، با اگر چیزی گپ داشت با مردم مخاطب بود مردمش گپ میزد، در غیر از به حاجت خود با اون طرف که ضرورت بود میرفت. اگر به طرف دست چپ بود به طرف دست چپ میرفت. هیچگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه در جایی که نماز خوانده و به خاطر دعا روی دار داده باشه، مقتدی آمین گفته باشه، این کار نکرد. ولی نبی علیه السلام بعد از مجالس دعا کرد. بعد از مجالس دعا کرد، درس بوده، مثلا مجالس بوده، خطبه بوده، بعضی مواردی بوده که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد استسقا بوده، نماز خسوف، نماز کسوف، بعضی چیزای دیگه که موارد یا جهاد بوده یا حج بوده یا مواردی از عبادی بوده که دعا کرد. از اون علما استنباط میکنه که بعد از هر نماز دعا کنی. و قرآن عظیم شان هم به نبی علیه السلام میگه فاذا فرغت فانصب. علما میگه که یکی از فانصب خود مانده کنه، در دعا مانده که یکی از تفاسیری که فقها و علما میکنه و مفسرین که فانصب به معنای خود مانده کنه دعا. خب صحیح. فاذا فرغت فانصب، بعضی ها میگه که به مسائل دنیایی برو. و الی ربک فرغب، به رغبت پروردگار میگه این خود مانده کنه دعا که به رغبت دعا کنه. از این علما استدلال میکنه که بعد از سنت دعا جایز است. خود جایز است به شکل انفرادی نه به شکل اجتماعی. تنها برای خود قدر دعا امام برای خود کنه، تو برای خود دعا کن. و ای که بشه امام دعا کنه آمین، مقتدی پیش از دعا آمین گفته رئیس. امام دعا شروع نشده از آمین. خاص چی آمین؟ آمین معنی که دعا گذشته را قبول کن. آمین، بعد با دعا آمین یا رب العالمین الحمدلله رب العالمین. دیگه دعا از خود آداب هم داره که اول حمد ثنای الله است. بعد از سنت این بدعت ها را پای خود داره. دوم، نشستن مردم قید کردن به نیت، این کار را نبی علیه السلام نکرد. مردم که سلام دور میداد، هر کس به حاجت خود جایی که داشت و ضرورت های خود میرفت. دیگه از جمله بدعت هایی که میکنن، امام به یک پهلو دیگه پهلو دور میخوره، در حالی که نبی علیه السلام مطلق روی با مقتدی دور میداد. امام های نیمه میشینه، شما دیدین یا مثلا راست این نیمه این بدعت است. نبی اکرم صلی الله علیه و سلام دور میداد، اگر به طرف راست کار داشت به از طرف راست دور میخورد، رو حالا طرف مقتدی ها میکرد، یک چند لحظه میشست، بعضی باز حرکت میکرد. اول سلام دور میداد، نبی اسلام یک لحظه روی به طرف قبله میموند که الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال و الاکرام. باز یک کدام ذکرای دیگر هم کتش میخوند یا مقدر باز روی خود دور میداد مستقیم طرف مقتدی. اینجا اماما یا طرف چپ یا طرف راست، نیمی رو خوش به مردم نیمی رو خوش به طرف این قسم دوار نبی علیه السلام نکرد. باز به اتحاد اجتماعی. اما بعد از فرض ما میکنم، من خودم بعد از فرض اکثرا کل وقت نه اکثرا میکنم، چون بعد از فرض ارجع للقبول است، امید میره که قبولی زیاد باشه، چون در حدیث آمده که از مواردی که دعاها قبول میشه یکی هم بعد از نماز فرض است. خوبم به حیات اجتماعی از نبی علیه السلام ثابت نیست. اگر میکردی اول خواردیش بدعت است. دعا برای خود دعا کن، تنها حق داری هر قدر مقتدی برای خود دعا کنه، تو برای خود برای مقتدی تو هم دعا کن، مقتدی برای امام دعا کنه، ولی ضرور نیست که نماز خلاص است، عبادت نیست،
به طور الزامی و همه روزه التزام هم نمیکنه. یک وقت مثلا سلام داد بیادرها به که یک دعای دستجمی میکنیم به خاطر حل مشکلات ما شما همسایه، این هم ناروا نیست. خب الزام نکن که بعد از سنت یا بعد از فرض میره میکنه. مقتدی تر مثلا ما شما میالی میگیم برادرها دعا کنه به خاطر رفع مشکلات یک دو، یا به خاطر خود ما یا به خاطر دیگران، این جایز است اما الزامش درست نیست. اگر این بدعت میخواستن بکنن باز خفیفترش بعد از فرض است که نبی علیه السلام فرموده که بعد از فرض ارجع للقبول است. او هم به شکل التزام نه دائمی نه، کدام وقتی که خواستی میگن وقتی عید نمیکنم سلام دور میدم ذکرای خدا میکنم کدام تبلیغ داشته باشم میکنم میگم ولی آخر و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله سبحانك اللهم میگم میبرم. این کار درست است. ولی اگر کسی کرد امام آیا نماز پشتش میشه؟ بله. ما که پنجپیر درس میخوانیم که پنجپیریا پیش این بچه شیخ سید طاهر رحمت الله علیه شیخ پنجپیر که میگن پیش بچه از این درس خوانیم پیش خودش ندیده بودم. وقتا ما دیگه مدرسه درس میخوانیم که یک وقت که نام با نام ازی بسیار بد میاد پنجپیری میگفتیم میترسیدیم. باز که ما پسان علاقمند شدم رفتم و فوت کرده بود وقت سر قبر بازم مسجدی که پالوی باغچه‌اش دفن است در مسجد باز ما را دیره کردن. اونجا در پنجپیرا در مجموعه می بود که کسی که بعد از سنت دعا کرد نماز پشتش نمیشه، بدعتی از پشت بدعتی نماز نمیشه. این گپ هم اشتباهه است. چون اینا بعضشان میفهمن اینا گشنه نانا هستن، به خاطر گشنه نانا هستن از اون خاطر اینا این بدعت جلبش نمیگیره، به خاطر که باش نانا موقت نشه. بعضشان نمیفهمن از نادانیشان است، به هر صورت نمازم پشتش میشه ولی عمل خودش بدعت است. نمازش خود بدعت نیست.